اسلام و تقویت اسلام دعا کرد برای هدایت حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر شخصیت بزرگی در جاهلیت بود، در قریش بود، قدرتی بود. پیامبر دعا کرد خدایا اسلام را عزیز بگردان، قدرت ببخش، قوت ببخش، پیروز بگردان با اسلام و هدایت عمر ابن الخطاب. دعا مستجاب شد، عمر مسلمان شد و از اسلام عمر مملکت ما و مملکت روم و دنیا مسلمان شد. چرا دعای خیر نمی کنیم؟ چرا دعای هدایت نمی کنیم؟ چرا همه عادت کردیم نفرین بکنیم حتی به فرزندانمون؟ اگر بچه شیطنت کرد تو خونه، مادرش برمیگرده برو به درک. درک میدونی کجاست؟ اون مادری که میگه برو به درک، بعضی موقع دیگه دنبالش هم میگن برو به درک اسفل السافلین. اعلی العلیین داریم بهشت خدا و اسفل السافلین داریم قعر جهنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جایگاه منافقین در درک اسفل سافلین هست. بهشت دارای درجات، جهنم دارای درکات. درک در جهنم، طبقات جهنم بهش میگن درک، اما بهشت دارای درجات. از اینجا شروع میشود میرود به بالا، صعود. بالاترین درجه بهشت فردوس اعلی. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی به طائف رفت که دین و ایمان رو بر اونها عرضه بکنه، اونو خونالود کردن، از طائف بیرون کردن. هرچی اوباش منطقه بودن دنبالش ریختن، با سوت و هورا و تا پیامبر رو بیرون کردن. زید همراهش بود، سینه ایستاده بود، هرچی سنگ می آمد تو صورت زید میخورد. در یک محل بیرون از طائف نشستن. خداوند فرشته مسئول کوه ها رو فرستاد، گفت ای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، خدا منو فرستاده که به امر تو باشم. این طائف و مکه بین دو کوه بزرگه، به من اجازه بده تا به هم پرس بکنم تا هیچ احدی از اونها نمونه. نبی خدا را اذیت و آزار رساندن. پیامبر همینطوری که خون رو از خودش پاک میکرد و خیس عرق شده بود و دل آزرده شده بود، گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای قوم منو هدایت بده، اونها نمیدانن. نبی رحمت بود. اما مادر دیگه برو به درک اسفل السافلین، یعنی برو به جهنم. این بچه طبیعی که جهنمی خواهد شد، ناخلف خواهد شد. وقتی مادر اون همه عاطفه داره، همش نفرین میکنه. از هم دیگه دعای خیر بطلبید. مشتاق و راغب این باشه که در جمع صالحینی که خداوند اونها رو صالح معرفی میکنه داخل بشه، باید دو تا کار انجام بده. یکی ایمان بیاورد و یکی عمل صالح انجام بدهد. نتیجه چی میشه؟ لندخلنهم فی الصالحین. چه بشارتی است! کاری که باید انسان انجام بده که وارد بشه به جمع صالحین، این برمیگرده به خود شما، به خود ما و شما. ما باید بخواهیم. خداوند که خواسته، آماده است که من و تو رو به بندگان صالحش داخل بکنه و داره اعلام میکنه، منتظر یک اشاره است از بندگانش. نیت خیر و قدم خیر نشانه و رغبت به این که انسان بخواد بر بندگان صالح خدا داخل بشه. و الی ربک فارغب. این نکته رو فراموش نکنید. ما باید به دلهامون بقبولونیم که همیشه راغب خدا باشد. و الی ربک فارغب، اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. این دوتایم واقعا عظیمه. انسان مسلمان اگر فارغ شد فاسد شد. این یک قاعده است. انسانی که متصل به خداست اگر در طول شبانه روز، در طول عمر مشغول خیر و اعمال صالح نباشد، فاسد خواهد شد. چون فراغ ایجاد میشه و از فراغ نابودی ایجاد میشه. انسان مسلمان باید متصلاً کارهای خیر رو به هم پیوسته بکند.
اینجاست که خداوند میگه فاذا فرغت، زمانی که از یک کار خیری فارغ شدید باید خودتو آماده بکنید و تحمل بکنید و استقامت بکنید برای کار خیر دیگه. فانصب و الی ربک فارغب. پس باید فراغ ایجاد نشه، این حلقه وصل از هم نپاشه، قطع نباید بشه. قطع شدن انسان از کار خیر و اعمال شایستی که مفید برای خودش و خانوادهش و جامعه سبب میشه که از خدا قطع بشه و از خیر و برکت قطع بشه. و الی ربک فارغب. انسان اگر مشتاق خدا نباشه، راغب به خدا نباشه، که نمیتونه کار خیر انجام بده، حوصلش کم میشه، استقامتش کم میشه. رغبت و اشتیاق به رضای خدا سبب میشه که انسان گامهاش در کار خیر ثابت بشه، مضاعف بشه. پس این رغبت باید در دل بندگان خدا باشد تا کم نیارن. برگردیم به آیه. میگه اگر بندگان ایمان آوردن، ایمان یعنی انگیزه، اگر ایمان نیست انگیزه نیست. ایمان یعنی نقطه حرکت، اگر ایمان نیست حرکت نیست. ایمان یعنی رغبت به رضای خدا، اگر ایمان نیست رغبت نیست. ما باید دعا بکنیم که خداوند آنچنان ایمانی رو، ایمان مسبق به علم، ایمان مسبق به معرفت، ایمان مسبق به شناخت واقعی، که حلاوت ایجاد بکنه که از کار خیر خسته نشیم، لذت ببریم. اگر این حلاوت نباشه یه روز هستیم روز دیگه نیستیم، جمع به هم میزنیم، سبب دلسردی و افسردگی جمع میشیم. باید ایمان باشه تا پیروش و به تبع ایمان عمل صالح ایجاد بشه و بعد شایستگی پیدا بکنید که به بندگان صالحی که خدا اونها رو صالح معرفی میکنه داخل بشید. پس رمز دخول به بندگان صالح خدا که خداوند اونها رو صالحین معرفی کرده باید مسبوق به ایمان و عمل صالح باشه. به تعبیر دیگه از خدا بخواهیم که ما را جزو صالحین و در سلک صالحین قرار بده. همینطوری که نمیشه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمانشون رو تصدیق کردن، تأیید کردن، مهر صحت زدن با عمل صالح. چقدر زیباست که خداوند دست ما رو بگیره بر صالحین داخل بکنه، بر بندگان صالحش داخل بکنه. اما آیه آخر سوره عنکبوت دوباره با همین معنی که اول سوره عنکبوت شروع شد، با همون معانی دوباره چه داره خاتمه پیدا میشه. بریم صفحه آخر عنکبوت. خداوند میگه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. چند قسمته؟ والذین جاهدوا، اول والذین جاهدوا فینا لنهدینهم مع المحسنین. آیه یک سطری رو 5 قسمتش بکنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم مع المحسنین. 5 قسمته، یک آیه یک سطری، آخرین آیه سوره عنکبوت. میگه والذین اسم موصوله، صیغه عمومه، هر کسی میتونه بیاد جز الذین باشه. اما چه الذین؟ الذین تعریف نشده. والذین، همه ما جز والذین هستیم. همه انسان هایی تو خیابان دارن میرن جز والذین هستن. کسانی که و کسانی که، کدوم کسانی که؟ هر کسی مد نظر خداست.
پس والذین همه داخل شدن، اما جاهدو یه تعداد خارج شدن. هر تعریفی باید جامع و مانع باشه. تعریف اصطلاحات باید جامع باشه و مانع باشه. افرادی که جزو خانواده تعریفن بیان داخل، مد نظرن، مانع باشه. افرادی که لیاقت ندارن مانع ورودشون به اون تعریف باشه. والذین همه آمدن داخل. آیا خداوند منظورش والذین است؟ همه بیان؟ همه بیان، ولی با چی ویژگی بیان؟ جاهدو، کسانی که بذل وسع میکنن. جهاد یعنی چی؟ اون چیزی که در وسعته ببخشید، بگذارید. بذل وسع بهش میگن جهاد، اون چیزی که در توانته. والذین جاهدو، خیلی ها دارن بذل وسع میکنن. آیا کافیه هر کسی یه تلاشی کرد بیاد تو جمع؟ خیلی ها دارن تلاش میکنن، تلاش بیهوده دارن میکنن، تلاش منفی دارن میکنن، تلاش بد دارن میکنن، تلاش نامبارک دارن میکنن. نه هر تلاشی خاتمه به خیری داره. نه هر سالمی مبارکه. ما اینقدر جوان سالم داریم که غیر مبارکه. نه هر سرمایه داری خاتمه به خیره. نه هر توانمندی موقعیت داری مفیده. مفید شدن یک طرف قضیه است، موقعیت داشتن یک طرف قضیه است. خیلی از سالم ها هستن که جامعه از سلامتی اونها احساس ناامنی میکنه. طرف سالمه ولی جامعه احساس خطر میکنه از سلامتیش. سلامتی خودش به جامعه تزریق نمیکنه، از سلامتی برای ایجاد ناامنی در جامعه داره استفاده میکنه. پس نه هر تلاشی مبارکه. والذین همه جاهدو، یک کمی داره ویژه تر میشه. اما کلمه فینا، قسمت سوم، والذین جاهدو فینا، اینجا محکه. یه ف هست، یه نون، یه الف. فینا اینجا محکه. و الی ربک فرغب، این همون نقطه است. فینا یعنی تلاششون صرفاً برای ما باشه، در جهت رضای ما باشه، نه هر تلاشگری. اون تلاشگری که بذل وسع میکنه، اون چیزی که در توانش داره تقدیم میکنه در جامعه، باید به خاطر رضای خدا باشه.